سیلم بعد کلی وقت نگرفتم نه من این عادت دارم نمیدونم چه صبح کشمون درست کنم. بگذاریم اول که ببینیم چطوره سیبیل فعلا قرار داریم دیگه ساعت میشه. از سختی پادکست پر کردن نصف شب باید بگیری که کسی نباشه، سر صدا نباشه، ولی همچنان بر خیابون اصلی درگیر کار مهاجرت بودم. چرا یخ کرده؟ آقا امروز فرداست. با کسایی به نظر من توی هر مرحله از زندگیتون دوست بشید که یا هم سطح خودتونن یا بالاتر از شما، و الان افرادی رو دارم کنارم که واقعا افتخار میکنم به وجودشون و حتی یه سریاشون